عباده ابن صامت رضی الله عنه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین گفتند: و حوله عصابه من اصحابه، و در اطرافشان یک جماعت از صحابگان بودند. اصابه گفته از 10 نفر تا 40 نفر را میگویند، یعنی از 10 نفر زیاده مردم در اطراف جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم چی گفتند؟ بایعونی علی الا تشرکوا بالله شیئا، شما همراهی من بیعت کنید که به الله تعالی چیزی را و کسی را شریک نمی آورید. بیعت به معنای عهد و پیمان است. پیامبر صلی الله علیه وسلم به مردم مدینه که اشتراکچیان این بیعت اهل مدینه بودند گفتند که با همراهی من شما بیعت کنید، عهد و پیمان دهید برای آنکه به الله تعالی کسی و چیزی را شریک نمی آورید. ولا تسرقوا، عهد دهید که دزدی نمی کنید، چون دزدی در شریعت ما و در دیگر شریعت ها هم حرام است و برای آنکه مالی یک شخصی هست که با مهنتش با عرق جبین آن را جمع آوری کرده است و وقتی که مفت و بدون یگان عوض شخص دزد آن را می دزدد، واقعا اینجا ظلم هست. بنابراین شریعت آن را حرام گردانید. شما عهد می دهید که دزدی نمی کنید. ولا تزنوا، زنا نمی کنید. ولا تقتلوا اولادکم، فرزندان خود را به قتل نمی رسانید. برای چی فرزندان خود را گفتند؟ نگفتند که مردم را به قتل نرسانید. عهد دهید که از قتل مردم خودداری میکنید. برای آنکه قتل اولاد یعنی به قتل رسانیدن فرزندان در عرب ها رایج بود، علل خصوص به قتل رسانیدن دخترهایی که مثلا به بلاغت نارسیده، دخترچه های خرد، آنها را در حالت زنده بودنشان زیر خاک میکردند که الله تعالی این حادثه ها را در قرآن نقل کرده است که واقعا بسیار دلالت به بیرحمی آنها میکند که دخترچه که زبان شیرین داشت و گاها همراهی پدرش مهربانی میکرد و سخنهای شیرین میگفت، همراهش به صحرا میبرد. دخترچه خرسند بود که امروز پدری ما را به صحرا برد و وقتی که چقوری میکافت یاری میداد، یک چیز گران میداد، دراز میکرد، در گردی پدرش همچون پروانه خرسندی میکرد. وقتی که چقوری کافتن به نهایت میرسید، بعد دخترچه را زیر خاک میکرد و به بالایش خاک میکشید که الله تعالی این عمل آنها را در قرآن کریم به یک اسلوب نقل کرده است که واقعا خیلی که حضرت عمر رضی الله عنه میگن هر وقتا که آن حادثه ها به خاطرم می آید گریه میکنم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها عهد گرفتند که فرزندان را به قتل نمیرسانید. پسرها را هم گاها به قتل میرسانند از خوف کمبغلی. بنابراین الله تعالی ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، شما فرزندان خود را از ترس کمبغلی به قتل نرسانید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما رزق آنها و رزق شما را میدهیم. رزق آنها بر ذمه ما هست، رزق شما هم بر ذمه ما هست. شما آنها را به قتل نرسانید. و قتل رسانیدن فرزندها گناهش عظیمتر از قتل بیگانگان، برای اینکه هم قتل رحیم است، هم اینجا عقوق هست، کندن خویشاوندی هست، و هم قتل هست و بیرحمی مخصوص هست. بعد گفتن که ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم و ارجلکم، این چنین تهمت نمی بافید، در حق کسی تهمت نمی کنید. گفتن در اینجا کلمه دست و پایها، یعنی از پیش دست و پایهایتان یک تهمت نمی بافید به معنای از پیش خود. یک گناهی که یک نفری نکرده است برای او تهمت نمی کنید. گفته عهد و پیمان گرفتم. ولا تعصوا فی معروف، این چنین علمای خود، راهبران مسلمانی پرهیزگار و تقوادار مانند پیامبر صلی الله علیه وسلم که پیشوای موحدین، پیشوای با تقواها هستند، گناهگاری نمی کنید. امیر خود،
وقتی که امیر صالح از طبق قرآن و سنت عمل میکند، در این حالت شما گناهکاری نکنید. ولا تعصوا فی معروف گفتم، شما در کارهای خیر گناهکاری نکنید. یعنی مادامی که طبق شریعت شما رو امر میکند، شما اطاعت امیر کنید گفتم، نه اینکه در همه حالت اطاعت کرده شود. اطاعت امیر، اطاعت عالم در حالتی که به کار خیر امر میکند و یک کاری امر میکند که طبق قرآن و سنت باشد، در این حالت اطاعت کرده میشود. وقتی که امری به خلاف قرآن فرماید نماز نخوان، ریش تراش، حجاب رو از سر دور کن، در این حالت اطاعت کرده نمیشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در دیگر حدیث آمده است. اطاعت مخلوق روا نیست کسی که نباشد در گناه کردن خالق. وقتی حتی پدری شما اگر به خرید آمدن عرق مثلا امر کند یا به نخواندن نماز امر کند، در این حالت اطاعت نمی کنید. کسی را اطاعت کرده نمیشد. شوهر را هم زنها اگر به کار گناه وقتی که شوهر امر میکنه اطاعت نیست. به خاطر اطاعت شوهر، به خاطر آینده خود، من فرمان شوهرم را اگر چی گناه بود اجرا کردم، این گپ ها خطا است. اطاعت نکنید کسی را در گناه الله سبحانه و تعالی. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم قید کردند که شما گناهکاری نکنید مادامی که به کار خیر امر میکند. فمن وفى منکم فاجره علی الله، کسی که به این عهد و پیمان اگر وفا کند، الله تعالی اجر او را میدهد، مکافات او را هم در دنیا هم در آخرت میدهد. و من اصاب من ذلك شیئا فعوقب فی الدنیا فهو کفارة له، و کدام انسانی که از این گناه ها یگان گناه را اجرا کند، پس در دنیا برای این گناهش عقاب کرده شود. مثلا دزدی کرد، طبق شریعت اگر انسان دزدی کند و دزدی او تحقیق خود را، حقیقت خود را اثبات شود که دزدیده است، دست او از کف دست راستش بریده میشد بار اول. فعوقب فی الدنیا، اگر کدام شما یکی از این گناه ها را اجرا کند، پس در دنیا طبق شریعت عقاب کرده شود، جزا داده شود، فهو کفارة له، انا همین کفاره میشد، همین جزا. وقتی که کسی دزدی کرد بعد دستش بریده میشد، انا همین دستش بریده شدگیش برای دزدیش، یعنی به گناه دزدیش کفاره میشد، گناه دزدیش بخشیده میشود اگرچه توبه نکند هم، و مال دزدیده برگردانیده میشود و دستش بریده میشود. و به سبب انا همین جزا در دنیا گناه انا همین فقط دزدیش بخشیده میشود. کفارة له یعنی گناه، و یعنی که وقتی که انسان گناه کرد و بر گناهش طبق شریعت جزا داده شد، کفاره میشه. کفاره یعنی گناه او را ستر میکند، پنهان میکند، عفو میکند. و من اصاب من ذلك شیئا ثم ستره الله، کسی که از این گناه ها یگان گناهی را اجرا کرد و الله تعالی عیب او را پنهان کرد، هیچ کسی با خبر نشد، امر او به قاضیات رفته نرسید، کسی از بالای شکایت نکرد، خلاصه گناهش مخفی ماند، فهو الی الله، این بر ذمه الله تعالی هست. ان شاء عفا عنه، الله تعالی اگر خواهد روز قیامت عفو میکند، و ان شاء عاقبه، اگر الله تعالی خواهد عذاب میدهد. این حدیث رد به خوارج است، با آنهایی که میگویند که کسی اگر گناه کبیره کرد در آتش دوزخ ابدالآباد میسوزد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که ان شاء عفا عنه، کسی که دزدی کرد یا زنا کرد، سپس الله تعالی عیب او را پنهان کرد، هیچ کسی با خبر نشد، حتی به نزد الله تعالی رفت، در روز قیامت الله تعالی ان شاء عفا عنه، اگر خواهد عفو میکند و اگر خواهد به قدر گناهش جزا میدهد. این رد به خوارج و معتزله، آنهایی که میگویند کسی اگر گناه کرد کافر میشد، گناه کبیره، با اجرای گناه کبیره انسان را حکم به کفر میکنند. ان شاء عفا عنه، اگر الله تعالی خواهد میبخشد. این دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی گناه های کبیره را روز قیامت به کسی خواهد میبخشد و به کسی خواهد به قدر گناه جزا میدهد، غیر شرک. شرک مخصوص است، چون که الله تعالی صراحتا در دو جای قرآن گفت که ان الله لا یغفر ان یشرک به
و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی روز قیامت شرک را نمی بخشد. کدام انسانی که در این دنیا گناه شرک کرده است و الله تعالی شریک قرار داده است، غیر الله تعالی دیگر کسی یا چیز را عبادت کرده است و از دنیا توبه ناکرده وفات کرده است، الله تعالی روز قیامت او را نمی بخشد. او ابدالآباد در آتش دوزخ می سوزد، نسأل الله سلامت و العافیه. اما غیر شرک را به کسی خواهد می بخشد، خواهد عذاب می دهد. فبایعناه علی ذلک، پس ما به همین سخنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم، همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردیم، یعنی عهد و پیمان کردیم.